چه بر سر داوری اومد که در سال 2009 به بارسلونا کمک کرد. این مسابقه بیشک یکی از بزرگترین رسوایی‌های تاریخ فوتباله. چلسی در اون بازی هیچ شانسی نداشت. بازی از همون ابتدا به نفع بارسا تموم شده بود. یایا تورو درون محوطه جریمه دیدی دروگبا رو سرنگون کرد. دنی آلوز مرتکب خطا روی فلوران مالودا شد. جرارد پیکه به وضوح درون محوطه هند کرد. حتی ساموئل اتو نیز هند آشکاری انجام داد، اما داور هیچ کدوم از این صحنه‌ها رو خطا نگرفت. علاوه بر این برخورد دیگری نیست علیه دروگبا درون محوطه رخ داد که باز هم نادیده گرفته شد. بارسا تنها به یک شوت در چارچوب نیاز داشت تا گل بزنه و بازی رو ببره، اما همه میدونیم که این پیروزی مدیون کمک‌های داور بود که بارسا به فینال رسید. اگه اون داور نبود دروگبا احتمالاً 2 تا لیگ قهرمانان اروپا رو به دست می آورد. بارسا نمیتونست در سوپر جام یا جام باشگاه‌های جهان شرکت کنه. مسی توپ طلای اون سال رو نمی‌برد و تنها 3 لیگ قهرمانان اروپا در کارنامه‌اش بود. کریستیانو رونالدو در فینال آن لیگ قهرمانان حاضر بود، توپ طلای 2009 رو کسب می‌کرد. این داوری نه تنها تاریخ فوتبال بلکه سرنوشت بازیکنان بزرگی مثل مسی و رونالدو و دروگبا رو تغییر داد و البته لحظه تاریخی خلق کرد که دروگبا جمله معروفش رو فریاد زد: رسوایی. این داور برای همیشه که از شرم‌آورترین لحظات تاریخ فوتبال رو رقم زد.